بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیزم، معلومات کوتاه درباره فلسطین. امروز غارتگران، غصب کنندگان این زمین مسلمانان را غصب کرده ایستادند. صهیونیست‌ها این زمین را غصب کرده ایستادند. اگر یک چند سال پیش نظر کنیم، سال 1946 هیچ دولت به نام اسرائیل نبود. این زمین فلسطینی ها بود و در جنگ دوم جهان که هیتلر یهودیان را نابود کرد، آنها را کشت و آنها گریزان شده به زمین فلسطین رفتند. این رسمی که شما میبینید، یهودیان وقتی که به فلسطین آمدند در اینجا نوشتند که فاشیستان ما را کشتند و شما ما را نکشید، این امید آخرین ماست. و فلسطینی ها آنها را قبول کردند، یعنی پناهگاه دادند برای گریزه های یهودیان. و وقتی که یهودیان به زمین فلسطین آمدند، شروع کردند به ساختن دولت خود. این رسمی که شما میبینید در اینجا ببینید، در اینجا هیچ دولت به نام اسرائیل وجود نداشت. این زمین فلسطینی ها بود. و این رسم دوم که سال 1946 فلسطینی ها به یهودی ها زمین دادن، آنها در آنجا زندگی کردند. و این رسمی که میبینید، در این رسم سازمان ملل متحد آن طرح کشید، یعنی زمین فلسطینی ها را از زمین یهودیان جدا کرد. و سال 1948 دولت اسرائیل پیدا شد و تا امروز این دولت زمین فلسطینی ها را گرفته خود کلان شده ایستاده است. یگانه دولت است که حدود ندارد و روز تا روز حدودش را از دولت فلسطینی ها زیاد کرده ایستاده است. و یکی از نقشه های یهودیان این است که فلسطینی ها را از این زمین بیرون کنند و خود دولت بزرگشان را بسازند و مسجد اقصی را خراب کرده در آنجا معبد خود را بسازند که انشاءالله هیچ وقت به این نیتشان نمیرسند. چون که ما میدانیم که یکی از نشانه های روز قیامت یک چند بار آزاد شدن فلسطین از دست این غارتگران می شود. بار اول فلسطین از دست رومی ها، یعنی دولت ویزانتیه، از طرف عمر ابن خطاب آزاد شد. و بار دیگر، بار دوم که صلیبی ها آمده این فلسطین را غصب کردند و صلاح الدین ایوبی فلسطین را از دست این صلیبی ها آزاد کرد. و انشاءالله بار سوم نیز این فلسطین از دست این غارتگران، از دست این صهیونیست‌ها آزاد خواهد شد. و ما باید بر این یقین داشته باشیم، هیچ شک و شبهه‌ای نداشته باشیم، چون این زمین مقدس است. در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم با معراج برآمدند و با همه پیامبران در اینجا نماز گزاریدند. این زمین مقدس است و تا آن دمی که مسلمانان در این زمین حکمرانی میکردند، هم مسلمان ها، هم یهودیان و هم نصرانی ها و دیگر دین ها در این زمین خوب زندگی میکردند. آن وقتی که یهودی ها آمده این زمین را اشغال کردند، مسلمانان را کشتند، قتل عام کردند و تا امروز قتل عام کرده ایستادند. و این سبب دوستان عزیز، ما باید تاریخ را بدانیم، ما باید تاریخ فلسطین را بدانیم. فلسطین در قلب‌های ماست، چون این زمین، چون این مکان، چون این مسجد اقصی سیومین مسجد است در مقدسات اسلام. پس دوستان عزیز، ما باید این تاریخ را بدانیم، آموزیم و به نسل‌های خود برسانیم که فلسطین زمین مسلمان ها است. این زمین مقدس، این جای مقدس، این مسجد اقصی انشاءالله از اسارت آزاد خواهد شد. پس دوستان عزیز، تا می توانیم دعا کنیم در حق این مردم تا خداوند این زمین را از دست این غارتگران آزاد گرداند. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.